بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، من برای شما را میگم فقط مجبور تو میگم که عقیده گوش کنید. مجبور فقط میگم تو مجبور تو میگم. برای چی؟ سبب دارد برادرای گرامی. برای که هزار سالا، خیلی هزار سالا که نمیگیم، 100 سالا مثلا 100 سالا همین دعوتگرایی که هستند تاجیکستان دا فقط قصه نقل کردگیان، غیر قصه، خیلی فقه و قصه و همین چیزای همین مردم را جلب کردگیان به دین و قصه ها. برای همین مردم تاجیکستان از عقیده 90% بوی بردگی نیست. 90% عقیده ندارن، نمیدونن چیه. یک انسان پیدا شد مثلا یک گپی کفری زد، یک گپی چی، یک گپ زد، یگان بیچ خیلی آسان فریب کردنشون است. مثلا زن و مرد شفر ندارد، بین پیش ملا میرن، پیش فلان میرن، پیش بسم الله میرن، پیش یادگارا میرن. همین از چی است؟ از همین اگر انسان عقیده داشته باشد میرود پیش همونو؟ نمیرود. برای عقیده او را راه شه. وقتی که انسان عقیده را که میخواند راه حق پیدا میکند، میدوند که حق در کجاست. همین من کنم نکنم، همین من برم پیش همین نرم، همین کفر است، همین کفر نیست. برای همین وقتی که شما در اینجا هستید، ما برای چی مجبور تو میگم گوش کنید عقیده را؟ برای خودتون عقیده را آموزید، دین فهمید و دیگران را فهمونید. برای که سخن ما به همه جا نمی رود، سخن ما به همه کنج تاجیکستان نمی رود. شما یک در گروه هستید، از هر جای تاجیکستان هستید، وقتی که علم میگیرید، عقیده را که میفهمید، میروی به همون جا تو میگردی، همون آدمات را دعوت میکنید، همین در گردن تو واجبه. شما همچون نماینده، همچون فرستاده میشوید به همون طرف، به همون جای قشراق خطره، به همون قوم خطه، همچون فرستاده الله میشوید برای دعوت. فهمیدی برادرای گرامی؟ چقدر پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرستاد همون رسول الله را به چی را؟ به مثلا مثل یک معاذ ابن جبل به یمن فرستاد. مثلا هم خیلی است برادرای گرامی. صحابه میرفتن به همه طرف دعوت میکردن، همچون نماینده و فرستاده بودن به همه طرف پیغمبر میفرستاد. چون برای که آواز پیغمبر به همه جا نمیرسید. همون دین چه پنشید، دین به همین پنشید که از پیغمبر اومدن آموختن و رفتن. صحابگان از پیغمبر می اومدن، می آموختن، میرفتن دعوت میکردن، یا که دیگرها از دیگر جا می اومدن از پیغمبر می آموختن، میرفتن دعوت میکردن. همین خیلی است. برای وقتی که شما که عقیده را ندونید، که نخونید، گوش نکنید، ندونید، پس شما که وقتی که همون جا تو میروید، به همون قوم تو میروید، به همون جایی که زندگی میکنید میروید، دعوت کردن نمیتونید، مردم فهموندن نمیتونید. عقیده برای همین است. برای اینا قصه باطل گوش کردن گشتن تمام. اونا نمیدونن که قرآن دلیل است، قرآن به ما شریعت است، قرآن منهج حیات است، سنت منهج حیات است. نمیدونن این گپا. اونا چه ملاشو گفت همون را گرفته رفتن میگیرن. و بعد شما اونا را فهمونید کن. در گردن شما واجبه. دعوت واجبه. بلغوا عنی ولو آیه. حتی یک آیت هم باشد برسونیش. آیتی که آموختی یاد گرفتیش باید برسونیش. تو همون آیت یاد نگرفتی، نمیدونیش، رسوندنش نمیتونی، چه خیلی میفهمی به مردم. قوم تا میره میبینی که در باطلن، در کفر، در شرک دعوت نمیکنه. روز قیامت همونایی که همین کارا میکنن، تو اونا را دیدی، اونا تو را دیدن، میگه این همین ما را دید اومد، نه که ما را من نکرد. در روز قیامت در گردن میقپند. تو گمان کرده که رهایی میاوی؟ هرگز. تو را میقپند گردنت، میپرسند روز قیامت. همونایی که دیدن در کفر و شرک هستن، در معصیت، تو دعوتش نکرده ای، میپرسند. برادر گرامی، خواهر گرامی، با بیشتر با خواهران که دعوت به زنها در خانه ها کمتر میرسد، باید زنها آموزند دینه، برای دعوت کنند زنها و زنکا و مادرها و خواهرها و بیبیا و دیگرها را. برای این برادر گرامی، الله عز و جل ما را امر میکند با آموختن دین، امر میکند به دعوت. الله میفرماید در سوره توبه 122 آیات که وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله عز و جل امر میکند که سزاوار نیست که همه مؤمنان به میدانهای نبرد روند، به جهاد روند،
به جهاد رهسپار شوند. پس چرا از هر یک بین میگه الله چی میگه؟ چرا بس یا که پس چرا از هر گروهی از هر گروهی از آنها یعنی الله نمیگه که همتون بری جهاد بری ترک کنید دعوت، نه، بعضیتون بری. بعضی دیگه تون چی میگه؟ بعضی دیگه تون چرا از هر گروهی از آنها دسته‌ای، از هر یک گروه یک دسته‌ای، از هر یک فرقه گروه طائفه از آنها دسته‌ای کوچ نمی کند تا در دین فقیه شود، تا دین بیاموزند، عقیده را بیاموزند، از خود کنند، دین بفهمند. یعنی بین آموختن الله امر می‌کند که دین پیش پیغمبر بری، دین آموزی، از دین با خبر شوی. از دین با خبر شوی، دینتون عقیدت بیاموزی. و هنگامی که به سوی قوم خود میروید برمیگردید از پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، قومتان بین بدهید، قومتان بترسانید، قومتان دین آموزانید به قومتان که از علم دینی با خبر شوند، از حرام و حلال با خبر شوند، از مخالفت با اسلام بر خبر شوند، که در مخالفت های اسلامی احکام یعنی مخالفی احکام الله نکنند، از مخالفت با احکام الهی هشدار دهید، بترسانید، باشد که آنها بترسند. این چی میگه پیامبر؟ یعنی بری و از دستیابی به دانش، به آموختن دانش میگه خود را باز ندارید. پس چرا که از هر فرقه گروه نزد پیامبر نمی روند تا دانش دین بیاموزند و به قومش که برگشت آنها را بیاموزند. امر است از الله عزوجل که وقتی که بین پیغمبر میگه که بین حتی ای جهاد میگه، همه جهاد نری و مردم موندگی است، مردم دین آموزید، بعضی بری جهاد، بعضی دیگه مردم آموزید، مردم دینش آموزید که مردم در این زمان ما با وجود این در زمان ما فتنه های زیادی هستند، آنها را باید آموزانید که دین بفهمند، در کفر و شرک نیفتند. اصلا جهاد برای چه شریعت شده است؟ برای چه دستوری قانونی شده است؟ برای دین به مردم برسد. یکی از مقصدهای جهاد همین است که دین به مردم برسد. کسی که من کرد رسوندن شه باید برسونیش کن. پس تو وقتی دعوت نکردی، نه آموختی، خودت دعوت نکردی، روز قیامت جواب میدی. بهتره شرایط مهیا است، شرایط مهیاست که یک نوکر بجق گوش کن، برای مردم تفهمون. از زنا، از عرق، از کشتن، از غیبت، از هزارات چیز مردم تا قوم تا من کن. و اون قومی که تو داری و اون جایی که تو زندگی می‌کنی به اوج هر کس نمیرسد آخری، غیر از تو میرسی. بس دعوت کن. باز الله چی میفرماید؟ و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال انني من المسلمين. و کیست نکو گفتارترین؟ میگه الله چی میگه؟ نکو گفتارترین، نکو گفتارتر، یعنی که از همه سخنی نکوتر میگوید. کیست همه سخنی نکوتر میگوید؟ میگه کیست؟ میگه نکو گفتارتر از آن کسی که به سوی الله دعوت میکند. یعنی اونی که به سوی الله دعوت میکند از همه بهتر، از همه سخنی نکوتر میزند و کار شایسته انجام میدهد. در برابر دعوت باید کار شایسته انجام دهید. و گفت من از کسانی هستم که
در برابر الله تسلیم شم. تسلیم شده ام، تسلیمم. الله میگه و کیست نکو گفتارتر از کسی که مردم را به سوی الله دعوت میکند. یعنی که دعوت این از بهترین سخن است، احسن قول است، بهترین قول است که انسان دعوت میکند به سوی الله. برای همین هر یک شما در اینجا هستید، هر یک شما در اینجا هستید سخن الله و رسول میشنوید، اگر شما واجب میشود که قومتان را بیم دهید، بترسانید، احکام شرط برای نو فهمونید.